دهقانان ناحیه شمس‌الدین شاهین که هر سال از باغ‌هایشان ده‌ها تانه سیب و ناک، زردآلو و آلوبالو می‌گرفتند، می‌ترسند که امسال چیزی نمی‌گیرند. ناک پرگل کردیای، سیب پیش‌پزا گل کردن که ضرر دادگی نیست. اگر تو خنک نکنی ضرر داد. مینوس کشاوه ضرر می‌کنه. ساکنان دهه دره آب باریدن برف در نیمه ماه اپریل را 10 سالها در یاد نداشتند. خود همه خلق زیق خفه که این برف خیلی شد که هر ساله چنین کاری برف نبود. همین بارونگاری بود برف نبود. مراد ستاروف یک هکتار باغ دارد و هر سال تنها 4-5 تن سیب می‌گرفت، اما امسال خدا می‌داند که تقدیر باغش چی می‌شود. نخواه که همین برف مورای خلق ضرر داد. در بعضی جاها دوبلی درخت گلش نو خبر شده سودای. ساکنان دیگری دهه میگویند که هنوز هم امید دارند که برف به مخچه‌ها آسیب نرساند. نوک گیلاس اولیچه یا گل کاگیان میشه 100% شکوفه. این همی برف اوش میشه درون یعنی گل درآمدگیه. این سیب درآمدگی نیست. این درونش در محکمه. همون درآمدگی اگر کمتر مینوشه اوج همون یخ اینی باردار شوی شد. اوج یخ میکنه همون چیزی به سرماش میزنه دیگه امید نیست. ای سیب خوزی امید داریم. سیب زردالو امید داریم. برای زردالو علاقه قرار کسه سیب محکمه. برف روزی 18 اپریل نه تنها در جنوب تاجیکستان بلکه در ناحیه ورزاب و رشت و عمدتاً ناحیه‌های کوهستانی بارید. هواشناسان تاجیک پیشگویی کرده بودند که حرارت در روزهای 18 تا 19 اپریل در سراسر کشور پایین آمده و در ناحیه‌هایی که در بلندی 2500 متر بالاتر از سطح بحر قرار دارند برف می‌بارد.